بسم الله الرحمن الرحیم. معنای ایمان به فرشتگان. سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ایمان این به فرشتگان الله باوری داشتن. ایمان به فرشتگان رکن دوم از ارکان ایمان هست. ملائکه ها بندگان مکرم و محترم و اکرام کرده الله تعالی می باشند و آنها جنس های لطیف بوده از نور آفریده شده اند و قادر هستند خود را به شکل‌های گوناگون تبدیل دهند و لحظه از فرمان الله تعالی سرپیچی نمی کنند و آنها معصوم هستند. به چیزی الله آنها را دستور دهد عمل می کنند. آنها نمی خورند و نمی نوشند. آنها نیز میرانده شده روز قیامت حشر می گردند. عدد آنها را جز الله تعالی کسی نمی داند. نسبت آنها گفته نمی شود که مرد هستند یا زن، یعنی آنها از جنس مرد و زن بودن پاک هستند. شخصی گوید که ملائکه ها زن هستند کفر ورزیده است و شخص آنها را بگوید که مرد هستند فسق ورزیده و بدعت کرده است. ملائکه ها چند قسم می باشند و هر قسم مأمور به چیزهای معینی هستند از جانب الله سبحانه و تعالی. ایمان به فرشتگان به دو قسم هست. قسم اول ایمان به فرشتگان اجمالاً و قسم دوم ایمان به آنها به طور تفصیل. اجمالاً به این معنا که به تمام فرشتگان ایمان داشتن ضرور و حتمی هست، یعنی فرقی نمی کند که نامهای آنها را بدانیم یا ندانیم. و ایمان به فرشتگان به طور تفصیل به این معنا که ملائکه هایی که نامهایشان در قرآن و سنت ذکر گردیده است به نامهایشان به آنها ایمان بیاوریم، چنانه که یکی مأمور به آوردن وحی هست مثل جبرائیل علیه السلام، دیگری به آوردن باران امر شده است از جانب الله سبحانه و تعالی مثل میکائیل علیه السلام، دیگری به قبض کردن ارواح مثل ملک الموت یعنی عزرائیل علیه السلام، دیگری به آوردن رزق مأمور شده است از جانب الله سبحانه و تعالی مثل اسرافیل. و اسرافیل همان ملائکه است که روز قیامت سور را می دمد. دیگری از ملائکه ها، قسم دیگری از آنها خزینه‌دار دوزخ هست مثل مالک و دیگری خزینه‌دار جنت هست مثل رضوان. دیگری منکر و نکیر هست که در قبر میت را سؤال می کنند. و دیگری از ملائکه ها که آنچه بنده می کند آن را می نویسند، یکی در طرف راست دیگری در طرف چپ می باشد که نام آنها را کراما کاتبین می گویند. و قسم دیگری از ملائکه ها هاروت و ماروت و دیگری از ملائکه ها که به همگی آنها ایمان آوردن حتمی و ضروری هست. امام سنوسی رحمت الله علیه می فرماید معنى الإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم وأنهم مخلوقون لله تعالى لا يشاركونه جل وعلا في قدمه ولا في شيء من صفات ألوهيته، وأنهم عبيد لله تعالى ملازمون لذكره وطاعته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبهذا وصفهم المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز. معنای ایمان به ملائکه ها تصدیق و یقین نمودن به وجود داشتن آنها هست و اینکه آنها مخلوقات الله سبحانه و تعالی هستند، در قدیم و ازلی بودن الله سبحانه و تعالی با او شریک نیستند و در هیچ صفت از صفتهای الوهیت الله سبحانه و تعالی با او شریک نیستند و آنها
بندگان الله بوده همیشه با ذکر و طاعت او تعالی پایبند هستند. لحظه از فرمان او سرپیچی نمی کنند و به آنچه امر شده اند اجرا می کنند. به همین صفتها الله تعالی آنها را در کتاب عزیز خود وصف نموده است. پایان سخن امام سنوسی. امام ابراهیم شبرخیتی رحمه الله سال وفات 1106 هجری در بیان ایمان به فرشتگان الله سبحانه و تعالی می گوید: الملائکة اجسام لطیفة نورانیة اعطیت قدرة على التشکل بأشکال مختلفة تقدر على أفعال شاقة لا يقدر عليها البشر وهم قسمان: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق تعالى والتنزه عن الشغل بغيره، وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القدر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتگان جسمهای لطیف نورانی می باشند که به آنها قدرت از یک شکل به شکل دیگر گذشتن داده شده است. قدرت انجام دادن کارهای وزنینی را دارند که انسانها به توان آن عاجز هستند و نمی توانند. فرشتگان دو قسم می باشند: قسمی که وظیفه آنها تنها عبادت و شناخت و پرستش الله سبحانه و تعالی هست و بغیر از پرستش و عبادت الله سبحانه و تعالی و ذکر و یاد او به کار دیگری مشغول نمی شوند. و قسم دوم قسمی هستند که وظیفه اشان امر و فرمان را از آسمان به زمین به طوری که در قضا و قدر نوشته شده است تدبیر کردن می باشد. خدا را در آنچه به آنها امر نموده است نافرمانی نمی کنند و آنچه را می کنند که به آنها حکم می شود. الله سبحانه و تعالی در مورد ملائکه ها در کلام خود می فرماید: بل عباد مکرمون، بلکه فرشتگان بندگان گرامی هستند. چنانه گفتیم ملائکه ها از نور آفریده شده اند و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خلقت الملائکة من نور، ملائکه ها از نور آفریده شده اند. صحیح مسلم. الله تعالی در وصف ملائکه ها می فرماید: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او عمل می کنند. الله تعالی درباره مشرکینی که ملائکه ها را زن گفتند و آنها را به زن بودن وصف نمودند می فرماید: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. و مشرکین فرشتگان را که بندگان خدایند زن پنداشتند، آیا به هنگام آفرینششان آنجا حاضر بودند؟ به زودی این شاهدی اشان را می نویسند و آنها پرسیده می شوند. سوره زخرف آیه 19. و همچنین در مورد کسانی که ملائکه ها را به زن بودن وصف نمودن الله تعالی در کلام منزه خود می فرماید: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. آنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نامهای زنان می نامند. سوره نجم آیه 27. کسانی که ملائکه ها را مرد می نامند این اشتباه بزرگ بوده خالی از علم و تحقیق هست.
زیرا الله تعالی آنان را در قرآن بنده نامیده است، نه زن و نه مرد. پس کسانی که آنها را مرد می نامند چیزی را می گویند که در مورد آن علمی ندارند. چنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود اشهدوا خلقهم، آیا به هنگام آفرینششان آنجا حاضر بودند؟ علامه علی قاری رحمت الله علیه میگوید فرشتگان از صفت مرد و صفت زن بودن پاک و منزه هستند. شرح فقه اکبر صفحه 54. مسئله: اگر شخصی گوید که الله تعالی ملائکه ها را با ضمیر مذکر در قرآن یادآوری کرده است، پس آنها مرد هستند؟ در پاسخ میگوییم این استدلال غلط و اشتباه بزرگ است که از پس خود در فساد بزرگ را باز می کند. زیرا آنچه که در قرآن و سنت فرشتگان با ضمیر مذکر اشاره شده اند، این اشاره به شخص آنها است، نه به نوع و جسمیتشان. چنانه که الله تعالی با ضمیر مذکر به سوی خود اشاره نموده است. البته این دلیل بر جنسیت و مذکر بودن نیست. الله سبحانه و تعالی پاک و منزه است از چنین صفات.